برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند ما. شکری پروردگار کریم و منان که باز ما را به دیدار هم رسانید. شکر پروردگار که امروز باز هم از واقعیت و حقیقت میگوییم و این فرصت را به ما داد. شکر که تماشابینان گرامی هموطنان عزیز شما هستید. شکر که با صحبت با شما خماری وطنداری میشکنیم. شکر که با صحبت با شما مصلحت پیشرفت کشور را میکنیم. شکر که با بحث در این برنامه ها ما درباره آینده کشورمان اندیشه میکنیم. دلی که غم ندارد دل نیست. میگویند دلی که غم ندارد دل نبود. برای همین هر یک دل باید غم داشته باشد و مهمترین غم این غم باید باشد که برای آبادی این دنیا و آخرت خود چی باید کرد. و از همه دعای مشهورترین در دین مبین اسلام هم این است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. یعنی خداوندا به ما نیکویی این دنیا و نیکویی آخرت را عطا کن و ما را از آتش دوزخ نجات بده. از خداوند کریم و منان طلب میکنیم که به ما هم نیکویی این دنیا را بدهد و هم به نیکویی آخرت ما را مشرف کند و از عذاب دوزخش نجات داده باشد. گناههای ما را بخشیده باشد. تماشابینان عزیز، این بیگاه جمعه مبارک است و این ساعتها امید میبریم ساعتهای قبول دعا است. در ما بین نماز عصر شام است که خداوند وعده کرده است در بین نماز عصر شام دعاها را قبول میکند. خداوند کریم و منان دعا میکنیم که ما را از رهبر ظالم نجات بدهد، از شکنجهگران نجات بدهد، از آنانی که ناموس ندارند، از آنانی که شرف ندارند، بی‌شرفی را اختیار کردند، از آنها جمعیت ما را پاک بسازد. و تماشابینان عزیز، چه خیلی که ما پیشکی اعلان کردیم، ما امروز درباره سطح ترور، یعنی ترور در سطح دولتی صحبت میکنیم. درباره قانون تپک صحبت میکنیم. در کشورهای روس قانون جنگل میگویند، در اونجا جنگل زیاد است. در ما برای سوختار بیشتر تپک توصیه می شود. برای همین درباره قانون تپک صحبت میکنیم و مضمون تامش. حالا تماشابینان عزیز ببینید، زمانی که ما زندگی میکنیم بیشتر ترورها در سطح حکومت به وقوع میپیوندد، با دست حکومتداران اجرا می شود. باور ندارید؟ حالا ببینید، خبرهای آخر را خواندید. در زندانهای تاجیکستان زندانیان سیاسی ترور شده ایستادند، لطکوب شده ایستادند، به جان آنان در افتاده ایستادند. ببینید، زمانی که کوشش ترور دو عضو ارشد زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی مطرح است، رئیس جمهور تاجیکستان ضمناً
وقتی که این مسئله در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا پیدا کرد که در زندان زندانیان سیاسی با ترور روبرو شدند، در حال رئیس جمهور تاجیکستان به این سر و صداها پاسخ داد. در کجا پاسخ داد؟ در یک نشست ضمن یک سفرش، به فکرم اگر خطا نکنم ناحیه لخش بود، گفت که شما شکرانه کنید که آزاد هستید، میخواهید مسجد میروید، نمازتون میخونید، روزتون میگیرید. لیکن تاکید کرد که رئیس جمهور شما به سیاست به کار دولتی مداخله نکنید. به سیاست به کار دولتی مداخله نکنید. اگر مداخله کردید طبق قانون جواب میگویید. اگر مداخله کردید در نزد قانون جواب میگویید. فهمیدید؟ در نزد قانون. این قانون چه قانون بود است؟ انا همینجا میستیم. حالا بیایید سخن شنیدن از زبان لقمان خوش است. هرچند این به ناخون پای لقمان برابر نیست. کسی که سخن رو میگوید باید از زبان خودش یک بار گوش کنیم، بعد برنامه را ادامه میدیم. مرحمت. آدم عقل دارد، سواد دارد، هیچ وقت پیرو یگان رویه های بیگانه نمیشه. شکرانه اینمی سرزمین کنیم، آب و خاک کنیم، شکرانه کنیم که آزاد هستیم. میخوایم میریم مسجد نماز مانا میخوانیم، میخوایم روزمانا میگیریم، لیکن با سیاست با کار دولتداری مداخله نمیکنیم. کردی در نزد قانون جواب میدیم. با قرصک بزنن مردم. با سیاست با کار دولتداری مداخله نکنید. کردی در نزد قانون جواب بگویی. هر یک شهروند تاجیکستان طبق قانون اساس، طبق قانونی که در تاجیکستان هست، وظیفه دار است که با سیاست کارهای دولتداری مداخلت کند. یکی از دخالت‌های مستقیم شهروندان این است که انامی وکیلان را انتخاب میکند، در انامی رئیس جمهور را انتخاب میکند. مردم به سیاست دخالت کرده است، به کارهای دولتداری دخالت کرده است که رئیس جمهور انتخاب شده است و امروز رئیس جمهور میگوید که با سیاست به کارهای دولتداری مداخله نکنید. مداخله کردید طبق قانون جواب میگید. پس اینجا قانون تپک است. منظور امام علی رحمان از قانونهای کشور نیست. امام علی رحمان ما چقدر معلومات ها داریم که بارها در جلسه های حکومت گفته است قانون منم و وقت من فرمان میدهم قانون را یک طرف گذارید. انا همین در همین صحبتش هم امام علی رحمان قانون گفته خودش را در نظر دارد. خودش را. دولت هم خودش است. هیچ نهاد دولتی از پارلمان و وزیران سر کرده تا رهبران دانشگاه ها بدون اجازت امام علی رحمان حق کمترین تصمیمی ندارند. عملا دولت در تاجیکستان یک نفر است. یک نفر. امام علی رحمان. وقت امام علی رحمان میگوید به سیاست و کار دولتداری مداخله نکن وگرنه نزد قانون جواب میگویی، این
مضمونش معنایش همین است که به کارهای من دخالت نکن که نزد من پاسخ میگویی. همین خیلی نیست؟ به کارهای من مداخله نکن که نزد من پاسخ میگویی. این مضمونش همین قدر است. این مومل رحمانه که باید نزد مردم برای کارهایش از جمله سیاست کاری دولتداری پاسخ بگوید، نه تنها پاسخگو نیست بلکه به کارفرمایانش کی هستند؟ مردم است. کارفرمای امام علی رحمان به کارفرمایانش تهدید میکند که اگر کمترین اعتراض به کارهای من کردید نزد خودم پاسخگو هستید. به مردم گفته ایستاده است. منه مثالش همین خیل مثل اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قهر جنابشان که برآمد، به سیاست که مداخله کردید، به کارهای دولتداری که مداخله کردید، حکم ابد میگیرید و اگر به این حکم اعتراض کردید ترور میشوید. همین خیل همین چند نفر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در زندان هستند، به امام علی رحمان پیشتر نامه نوشته بودند به دستگاه اجراییه، به پروکراتوری گنرالی نامه نوشته بودند که یعنی شرایطشون خوب نیست در زندان. حالا به جان آنها ترور کرده ایستادند. 29 سپتامبر حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار زندانی 70 ساله، عضو شورای سیاسی و ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سابق سردبیر نشریه نجات در زندان مورد حمله قرار گرفت و در بیمارخانه زندان بستری شد. انکو ببینید فراغت سنگین و همسری حکمت الله سیف الله زاده میگوید که حملگر زندانی با نام ترسونوف اصلیدین بود که با جرم آدمکشی محکوم به زندان شده است. همین بچه ترسونوف اصلیدین در شعبه سانیتری زندان به سیف الله زاده حمله کرده با چاینک آهنین به سرش میزند، به یک سری پیرمرد. در نتیجه سری سیف الله زاده میکفد و با خونریزی زیاد در شعبه بهداشتی زندان بستری می شود. همسرش میگوید که حملگر را هدفمندانه برقصد به این شعبه آوردند تا که سیف الله زاده را لطوکوب کند. یعنی جزای اعتراضش را بدهد. این زنک میگوید که این حادثه طبق نقشه است، یعنی تحریزی شدگی و به قضیه عملیات محو فیزیکی محمد علی حید شباهت دارد. همین محمد علی حید رو هم به طور فیزیکی از بین بردنی بودند. ببینید بعد 2 روز حمله به سیف الله زاده اما معلومات رسید که از مؤسسه اصلاحاتی سدروب یکی سرریاست اجرای جزای جنایتی و وسایت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یک روز قبل از آن که حمله می شود کوشش زدن کارد به رحمت الله رجب، زندانی سیاسی و عضو دیگر ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که همراه با حکمت الله سیف الله زاده در زندان نوی وحدت قرار دارد صورت گرفته است. ببینید این معلومات به ما آماده رسید. نفری که به ما این معلومات را رساند میگوید که همون شخصی که وظیفه‌دار شده است تا اینکه رحمت الله رجب را بکشد
یک نفر باورمند به رویه سلفی بوده، همراهش کارچه گرفته میگشت است. حالا که در زندان کارچه گرفتم ممکن نیست، قطعا من است. فقط در بعضی حالت ها خود زندانبان ها اجازت میدین، تمام. در دیگر حالت ها ممکن نیست. اکنون بنا به همین معلوماتی که این نفر به ما رسانید، کوشش حمله بر رحمت الله رجب 3 روز قبل در حاجتخانه زندان صورت گرفته است و حملگر طرف رحمت الله رجب شیعه حرام پاره پاره‌ات میکنم، تکت میکنم گفته، خواسته است طرف رحمت الله رجب هجوم کند. در همین حال چند نفر وارد میشوند، شاهدی حادثه میشوند و حملگر از کارچه زدن به رحمت الله رجب خودداری میکند. ببینید معلوماتی که به ما آماده رسیده است، حداقل 1 نفری زندانی ها وظیفه‌دار به کشتن حکمت الله سیف الله زاده، مولوی فیض محمد، رحمت الله رجب و زبید الله رازق شدند و همیشه آنها را تعقیب میکنند تا با یافتن فرصت حمله کنند و بکشندشان. دیده شدید اینها کیهای هستند؟ اینها همین چند نفره که ذکر کردم کیها هستند؟ اینها نفرانی هستند که به نزدیکی از شرایط زندان اعتراض کردگی بودند. فهمده شدید؟ قراری تروری این 4 نفر بعد نامه سرکشاده آنها به دادستانی کل، دادگاه عالی و وکالتدار حقوق انسان از بالا صادر شدگی است. تروری اینها بالا کی است؟ بالا تا رئیس جمهور میرسد یا در سطح رهبریتی همین 3 نهاد باقی میماند. این به اندیشه ما است. اما نفری که به ما این معلومات رو رسانید از این اظهار بیخبری کرد. چون که یک چیزی مثل همین آب شفاف است، یگان جایی این فالبک شدگیش نیست. دیده ایستودی تمام از این طرفش و این طرفش نموده ایستوده است. حالا طبق همین معلوماتی که به ما رسیدگی است، عبدالقهار دولت، روزنامه‌نگار و عضو دیگری ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با 3 نفر دیگر که پرونده هایشان سیاسی است به زندان نو انتقال یافتند. حالا بغیر از عبدالقهار دولت این 3 نفر دیگرشون رو نفهمیدم که اینها کی هستند. این شخصی که به ما این معلومات رو داد گفت که از همین 4 نفر تنها عبدالقهار دولت رو میشناسد. حالا از مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ما گفتند که به زندان نو گذراندن عبدالقهار دولت و 3 نفر دیگر امکان دارد نقشه را مانند به ترور مقسومی عبدالستار، ایشان قیام الدین و شیخ تیمور در پی داشته باشد. یادتان هست مقسومی عبدالستار را در زندان چخیل کشتند. ایشان قیام الدین را در زندان چخیل کشتند. شیخ تیمور در زندان پیرمرد بیچاره چخیل مرده رفت. یادتان هست؟ انا نمیخیل نقشه ها طراحی شده است. حالا ببینید سخن امام علی رحمان رو شنیدید. همینجا گفتم که
مثل آب شفاف است، این طرفی آب و این طرفی آب می نماید، شفاف. تپ تعیین است. بالا کی است؟ بالا معلوم می شود بعد از این سخنان امام علی رحمان. همین خودش است. امام علی رحمان در این اعلام یا عمیق‌تر در همین تهدیدش مناسبتش با دینداران را هم رسما شرح داد. خودش شرح داد. می توانید نماز خوانید، می توانید روزه گیرید، به مسجد روید، اما به هیچ وجه به سیاست من دخالت نکنید. من خودم شاه، طبعا وزیر، چی احمقی خواهم کرده گشتم میگیرم. همین خیلی شرح داد. تمام. همین مناسبت امام علی رحمان به دینداران و مخالفین و عموما هر کسی که به سیاست دخالت میکند بود که 6 سال قبل بزرگترین حزب مخالف را با بهانه‌های بافته و کودتای ساخته بست و 13 عضو ارشد و صدها اعضای میانه و قطاریش را به زندان فرستاد. حالا که نو گپ از دهانش برآمده ایستاده است. در اینجا وقتی که گپ را گفت، هیاهویی که در شبکه‌های اجتماعی شد، من نظرم را گفتم که این گپ ها وقتی که سرش را از ورق بالا کرد برآمدن، گپ های غیر پروتکلی. ببینید یک رئیس جمهور مدت 30 سال است رهبریت یک کشور را به عهده دارد، صرفم نمی رود که دخالت کردن به سیاست و کارهای دولتداری یعنی چی و مردم را تهدید کردن به این که به سیاست و کارهای دولتداری دخالت نکنید یعنی چی. یک نفر 30 سال رهبریت یک کشور را به عهده دارد، مضمون همین گپش را صرفم نمی رود. مضمون همین گپش را صرفم می رود، حتما این گپ را نمی گفت. می دانست که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که عاقل بالغ هستند، از 18 ساله سینشان به بالا رسیده است و از سین 18 ساله به بالا رسیدگی حق دخالت به سیاست های تاجیکستان را دارد. حتی حق دارد نفره که به 35 سالگی رسیده است بگوید که من رئیس جمهور می شوم، جا را خالی کن، من در این انتخابات نوبتی رقیب تو می شوم. امام علی رحمان هر یک نفری که سین سالش از 35 گذشته است معلومات عالی دارد طبق قانون تاجیکستان، میتواند. هر یک نفری که معلومات عالی دارد طول چند سال آخر، 5 سال آخر، 10 سال آخر در تاجیکستان زندگی کرده است، میتواند برای رئیس جمهوری انتخاب شود، به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شود. این دخالت به سیاست است، به کارهای دولتداری دخالت کردن است. یعنی گفتن گپ است که من آنجا میروم، بعضی از ایده ها دارم که باید دیگرگون ساخت، با این ایده های من باید کار کرد. با همین دوا وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میشوی، همطور رفته در آنجا منیکین نمیشوی، به کارهای دولتداری دخالت میکنی. هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان که به طلبات قانون سین سالش راست آمده است و معلوماتش راست می بیاید، بودنش در کشور راست می بیاید، حق دارد و کارهای دولتداری مداخله کند، بگوید که من ایده های دارم که بعضی این کارهای دولتداری خطا است، باید اصلاح کرده شود. و کارهای دولتداری دخالت کردی طبق قانون جواب بگی. کدام قانون؟ قانون تپک. قانون وجود دارد در تاجیکستان. ببینید مردک آشکارا گفته شده است قانون، یعنی قانون خودش، قانون خودش دیگه. قانون چه کدام قانون؟
وقتی که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان حق دخالت به امور دولت داری دارد، حق دخالت به سیاست دارد. در یک کشور متمدن اگر رئیس جمهور این گپ را میگفت در حال به استعفا میفرستاندش، در حال این گپ از بود این گپش جواب میگفت، به جوابگری جنایی کشیده میشد، چون که این گپ جنایت است از جانب رئیس جمهور. این کس بی‌ملال گفتم میگیره. حالا ببینید چندین نفر را بردن زندان کردن بدون هیچ گناهی. 6 سال گذشت. بعد از 6 سال 4 نفری آنها در نامه از دادستانی کل، دادگاه عالی و وکالتدار حقوق انسان خواستند پرونده آنها بازبینی شود. این 4 عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نامه‌شان بازداشت، تفتیشات و حکمشان را غیر قانونی و سیاسی نامیدند که همین طور هم بود و در نامه‌شان نوشتند که در مورد پرونده آنها تجدید نظر شود، کار و کردار آنها را اگر گناهکار می‌دانند در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی مورد بررسی قرار بدهند. حکومت ببینید یک نفر در داخل زندان به بیگناهی خودش آنقدر باوری دارد که آنقدر مطمئن است که میگوید که شما ما را گناهکار کردید، پشت درهای بسته پنهانی ما را سود کردید، گاو سود کردید، پشت پنجره زندان پرتافتید. اگر شما به دعوایتان که ما گناهکار هستیم باور داشته باشید، مرحمت ما را با اشتراک جامعه کشور، سازمان های بین المللی، مرحمت دوباره مرافعه سودیمان را برپا کنید. بگذار مردم بفهمد که در نزد مردم چه گناه کرده، چه جرم داشتیم. بگذار مردم بفهمد، ثابت کنید در پیش مردم. حالا ببینید به نظر میرسد تصمیم ترور این 4 نفر به جمله آخرین مکتوبی نوشته آنها ربط دارد. در صورت برآورده نشدن طلب ما مجبور میشویم که به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت نماییم و با اون نیز حرفهای گفتنی داریم. در نامه‌شان اینها همه خیلی گفته بودن. حالا من میبینم یکی از این نفرها فرزند زبیدالله رازق حسام الدین وارد برنامه شدند که این کس را ما به برنامه دعوت کرده بودیم. حتما ان شاءالله صحبت میکنیم. من بعضی از گفتنی هایم را تمام کنم ان شاءالله. خوش آمدید برادر عزیز. حتما از زبان این نفر گفتنی هایی است که خودتان خواهید شنید. حالا ببینید همان گونه که پیشتر ذکرش رو کردم، امامعلی رحمان در همین برآمدش در لخش عملا اعلان کرد دولت و قانون خودش است و هر کس خلاف گفتهش عمل کرد نزدش پاسخ میگوید. نهضتی ها به سیاست، به کار دولت داری، یعنی کارهای شخصی امامعلی رحمان مداخله کردید شما و نزد قانون تپک یعنی خود امامعلی رحمان جواب دادید. یعنی از 16 سال تا حکم ابد حکمتان را گرفته، جایتان همونجا است. انکنون بین اینها 13 نفر عضو ریاست عالی با تقریبا یک 200 نفر دیگر اعضاهای فعال و قطاری دیگه و هاکذا هستند. حالا پشت پنجره زندان هستند. حالا از بین اینها همین 4 نفر جرأت کردند به حکم قانون یعنی قانون امامعلی رحمان اعتراض کنند. برای جرأتشان در اول آنها حکم ابد گرفتند. بله، چرا حکم ابد میگویم؟
خیر درست است. یک بعضیشون همین 2 نفر حکم ابد گرفتگی، سید عمر حسینی و محمد علی حیید. اما باقی مانده ها از 16 تا 28 سال به زندان محکوم شدگی هستند. همین از 16 به 28 سال زندان محکوم شدگی ها تا برآمدنشون از زندان بعضیشون سینشون به 90 می شود، به 90 نزدیک می شود، 90 ساله می شود. کی فکر میکند که یک زندانی، اون هم در زندانهای تاجیکستان، اینقدر عمر بیند؟ ولکن جرأت دومشان که اعتراض کردن باید به این پاسخ گویند کارهای دولتداری به سیاست مداخله کردی؟ جوابش را در نزد قانون میگویی. به کارهای دولتداری مداخله کردن، به سیاست مداخله کردن قرض شهروندی است، قرض شهروندی. اما این در تاجیکستان جوابگری داشته است، در قانون ها نوشته شده است. در معرکه سیاسی چگونه باید اشتراک کنی؟ در معرکه های سیاسی، در حیات سیاسی کشور باید چگونه اشتراک کنی؟ در قانون ها گفته شده است. اما این کس میگن باید مداخله نکنیم. مداخله کردی در نزد قانون جواب میگویی. گپ رو شنیده ایستادی؟ حالا در تاجیکستان و در تمام جامعه بین المللی حکمی بلندتر از حبس ابد این حکم قتل است. در تاجیکستان به حکم قتل مراتوری اعلام شده است. برای اینکه گرانت ها بگیرن مراتوری اعلام کرده است. نباشد چرا خواهد با این خصومت، با این بدبینی ملت، با این بدبینی نسبت شهروندان، نسبت مردم که به اندیشه و به فکر جنابشان راضی نیستند، همه را بتواند از دم تیغ گذراند. اما مراتوری اعلام شدگی اگر مراتوری اعلام نمیشد چی میشد؟ از دم تیغ میگذرون. این نیست کنون. اکنون چی کار میکنه؟ یگانه راهی جزای این 4 موسفید ترور است. ترور دولتی و با فرمان دولت در درون ناخونک و قانون در درون ناخونک، یعنی با فرمان امام علی رحمان طبق قانون تپک اینها ترور میشوند. اکنون ممکنه کاپتنی این چی بیدادی است؟ حالا تماشابینان عزیز، چند گفتنی های دیگر داشتم، اما اینجا صدای بعضی از نفرانی که میخواهند صحبت کنند الکی بلند شده ایستاده است. میبینم که بی‌صبری کرده ایستاده اند، میخواهند هر چه زودتر حرفشان را بگویند. نوبت شما است بگذار. من در دوام برنامه هم گفتنی هایم را میگویم. اما تماشابینان عزیز، از یکایک شما یک خواهشم این است که لطفاً این لینک برنامه را به دیگران بفرستید تا اینکه دیگران نیز وارد شوند. دوستانتان را به برنامه دعوت کنید تا اینکه به بحث همراه شوند. کوشش کنید برادران به ما کمک کنید تا اینکه هر چه زیادتر به این برنامه ما دیگران همراه شوند. با همین خواهش نوبت را به شما میسپارم تماشابینان عزیز. یک نفر با نام مهرانه خضرزاده حالا میخواهند صحبت کنند. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ایفایکای خدا من بچه‌ام می شما ده علاوه میکردم مسئله سیاست داخل شدن ده. این مسئله سیاست داخل شدن نه فقط حقوق شهروندی ما، بلکه فرض الهی سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم
پیغمبر یگان وقت خودشون در این مسئله قفا نمیکشتن، همه وقت پیش بودن. آن بعد شما در پرسش دارم، شما نسل اسلام هستن؟ بله. شما پرچم خود را دارید، نشان خود را دارید. شما میخواهید که ریولوشن کنید. برادر عزیز، حالا من شخصا خودم این نفر رو با ریولوشن، یعنی همین حکومت امروزه رو با ریولوشن دیگر کردن سزاوار نمیبینم. یگانه رو ریولوشن که یگانه رو ریولوشن این تاپک با خوبی نمیرد. تنها ریولوشن با سلاح، سنگای، چوبای، کلاندای دوستای میگیری میزنی دفش میکنی. من به چی باور هستم؟ من به این باور هستم که حالا ما باید با مردم کار کنیم. مردم خودش حق خودش رو میگیرد از اینهایی که گفته شدن. با سیاست مداخله نکن، نزد قانون جواب میگویی، به کارهای دولت داری مداخله نکن. این از کجا است میدونید؟ این از آن است که مردم نباید به اینها مداخله کند. یعنی مردم رو از مداخله کردن ترسونده سوزن. مردم این رو بفهمد که حق حلال خودش هست مداخله کردن و به سیاست وارد شدن. وقتی که مردم به این باور میرسد، اینها یک روز هم عمر در سیاست، در حکومت ندارن. یک روز. انشالله انشالله. فهمیدید برادر؟ انا اگه یک چی بود دیگه گپ زنم، من مسئله گپ سازی، نومرولوژی خیلی خوندگی هستم، کمتر میفهمم. در این اروپا میگه گرالدیچسکی هم خیلی زنانی هسته، کار گرالدیچسکی گرب میسازد. میفهمید این چیزا؟ انا این گرفی ما پرچم ما کمونیستی های. پرچم خصوصا ساختگی برای امام علی رحمان. این تاج ملت نیست، این یگان چیز ملت نیست. ما ملت خوریم. اگر گوییم که این تاجیکا گوییم این سال 7 ستاره این تاج ای تاجیکا گوییم، و در پنجشیر ای مثلا پرچم او دیگه خیلی. برای چی او تاجیکی ای تاجیکی نبرمودن؟ پرچم دارن دیگه خیلی. یا شما آدم سویتسکی دیدگیه، مثلا سویتسکی در تاجیکستان پرچم خودش رو داشت، نشان خودش رو داشت، او هم کمونیستی بود. مثلا گوییم کمونیستی بود. انا مثلا نشان ده گوییم ما باید نشان خودمون رو بسازیم. لوبای ریولوشن در فرانسه دیگه، در این روسیه وقتی که SSR چیکون همین لنین و چیو ریولوشن کردن، در ایران ریولوشن کردن، در جایی که ریولوشن که کردن و موفقیت رسیدن، این یکی که نشان خود رو داشتن، دوم ای که نشانی که دوران پرچمی که این همه توقع دوران نسش کردن، نابودش کردن. اگر بدونه در سان پترزبورگ ده 1917 ده با همراهی لنین حساب ریولوشن کردن با امپراتور روس نیکولای II. آنها گرفتن قشی دکال بود، سکال بود، کرچی شکستن، نیست کردن، باجی آوردن نشانی خود پرچم خودشون زدن. ایران دام هم خیلی شد، گرفتن یک شیرای بود، خیلی خلیج دور بود، نیستش کردن، دیگه خیلی آوردن. در فرانسه هم خیلی بود، فرانسه هم دونه دیگه ریولوشن شد هم خیلی بود. شما دام آخرتون ده گرفی تاجیکستان موضوع میگوییم، اما این ای که شما توبه هستید. اگر همین پرچم تاجیکستان بردارید، حاضر پرچم تاجیکستان، حاضر گرفش بردارید، شما توبه هستید. و تو هم رحمانوف و دیگریش توبه هستید. باید ما چیزایی شکنیم، پرچم رو بسوزیم. اگر حاضر بگیرید پرچم حاضر تاجیکستان شما بسوزید، شما نه ای تاجیکی بیرون بشید، نه ایدی بیرون بشید، نه زبانتون رو گم میکنید. همین خیلی تاجیکی باشید، همین خیلی میمونید. یگان خیلی شما رو دیگرگونی نمیشه. اما سیاست دولت باید دیگرگونی شود. این گرب همش کمونیستیه، همش با ضرر مردمه، با فایده رحمانوفای. انا مسئله نومرولوژی ده گام میزنم.
در پرچم تاجیکستان و در نشان در لبو همین نشانی که NVD های KGB های دیگه لبویش ده تاج هستای 7 ستاره هستای. همه شما آدمی بسیار کلانسال ما یا جوانی مولی همه 7 ستاره تاج این پیشنه پادشاه ها ده این پیشنه حکومتدار ها ده بود یا همین نه به 1990 قبول شد این چیز. اما روسا آمده حتی یه سین پرسین ساختن مدد. یعنی شما فکر میکنید در پرچم تاجیکستان نه آنقدر تغییرات جدی وارد شده است بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و هم در گرب نشانی تاجیکستان نه آنقدر تغییرات جدی وارد شده است. یعنی این یک بشارت به میراثبر اتحاد شوروی روسیه است که یعنی گفتم میخواهد ما نه آنقدر تغییرات میخواهیم البته بود همین خیلی میمونیم. یعنی این شما اگر دونید گرب SSSR تاجیکستان ده همین خیلی چی بود پخته بود گندم بود ما برنشته یک ستاره سرخ بود میدونید همینا. بله دامون چی بود کمونیست ستاره سرخ معنیه که کمونیست های فهمیدید. خلق خوب زندگی میکرد خلق این چیه استوری سرخ خلق میفهموند میفهمید. انا که تاج شد گلوشت استوره ها شد 7 ستاره این معنیه که 7 این معنی دارد هر یک رقم میکنه. الو تشکر زیاد موضوع امروزه ما چه نظر دارید؟ هستید اینجا نسبت موضوع امروزه ما چی نظر دارید شما؟ من فکرم صدای برادر قطع شد. از داخل تاجیک‌آباد گپ زنید. از داخل تاجیک‌آباد. الو از داخل تاجیک‌آباد. میکروفونتون را فعال کنید از داخل تاجیک‌آباد. و فکرم که میکروفون فعال نکرده گپ زده شدید. میکروفون فعال کنید. نیست. حسام الدین زبیدالله بفرمایید. و فکرم که حسام الدین زبیدالله موج خوب نیست چون که همین یک دوره شکل میخیل دور زده ایستاده است شما را پیوست نمی کند. حالا یک زنگ را از واتساپ قبول کنیم شاید تا این وقت شما مشکلتون را برطرف کنید. زنگ از واتساپ. الو 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 هستید؟ الو بفرمایید برادر عزیز. الو نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید گپ زنید. حسام الدین اگر شما صدای مرا میشنوید یک بار خارج شوید از وارد شوید از واتساپ. الو الو مهاجر. الو السلام علیکم رحمت الله و برکاته. رحمت الله واتساپ گپ زنید. الو الو آواز شما را میشنویم بفرمایید. انا این مسئله آخران برآمدی پرزیدنت و یا پرزیدنت نیست برای خلق. من یادم هست یک سخنی و همه خیلی برآمدی و یک 4-5 سال پیش و گفتگی بود که آن آیات های قرآن اگر برای دولتداری ما خلل رسانه ما آن را قبول نداریم.
این برآمدش یوتیوب هست همه چیز. بله. بعد از همین این خر و من ای دیو و شیطانم بدتر نموده. انکو امروز آمادگی اینده و آزادی، سخن آزاد، طلب حق انسان هوای رو هم محدود کرد. این ده اون چی که میگه رفت تو نماز تا خوان، روزه تا گیر، نیکی سیاستی دولت به کاردار نشو. این کدام عقل؟ این عقلش خوردگی، این مریض است. باور کنید. یا که همین مشورتچیای این همین پرزیدنت رو متهم کردن نزد خلق، یا در حقیقت همین خدای تعالی اگر زبان گم کند، انسان بی انصاف و بی ناموس کند، همین زبانش به همین خیلی سخنا میگه. این کدام لحاظ، کدام قانون دولت، کدام قانون انسانگری باید تو من کنی که انسان نباید دخالت کند به سیاست دولت؟ خیلی به خلق، به انسان، به مردم سیاست نیست، دولت نیست. یکی از اساس دولت این مردم است. اساس سیاست این مردم است. این خیلی من تماما نفهمیدم همین آخران سخنی باید. بله. به فکر من همین مریضی تو همین درجه آورده است. انا مسئله حبس ابد برای مردمای بزرگ، من واهای بزرگ میدونم. باور کنید شوکت محمد، وقتی که من قطعی همه ها میگم، برای چی که من خود نهضت اسلام کردم، مبارزه میبردم. وقتی که به دستور آمدن این طرف هم اون طرف هم، من بسیار شخصیت های با استعداد دیدگی نبودم. MCS فقط یه جای کار کردم من خیلی ها. برای همون قدر میگفتم که این خری دیگه برای این هانش آمد، این هانش هم عدسش نامد. این هم فقط منصب لازم بوده است. اهمیت نمیدادم، برای چی که یک کمتر غریز داشتم. لیکن بعد از وقتی که فهمیدم، دیدم، خوندم، دیدم، چه گم برآمداشون دیدم، من گفتم نه این قدر سخن گفتم، برای چی ما اینها دستگیری نکردیم؟ باور کنم محمدین، من مقامات دولتی کار کردم. وقتی گفتم من حزب نهضت اسلام میرم، یا رفیقان گفتن تو عقلت خوردگی اینها محکم میکنه، تو گجا میری. من گفتم من میرم، من همین حزب دستگیری میکنم تا آخر میرم. فهمیدین؟ تشکر با شما. یگانه یک دیگه سخن، یگانه نیست نابود کردن این رژیم این انقلاب است. لیکن مردم ما حال انقلاب تیار نیستن. برنامه بسیارتر کنه، بسیار. بعد از مردم یک چی میخوام که برای انقلاب تیار شدن، اول همون صفای پست حکومتدارایی که همون مردم غم میتن، باید مبارزه ها سر کنیم. اگر همها سر کردن، دلیل شدن، بعد آیسته بالا رفتن میگیرد، زینه به زینه. خدا همه مخالفان در پناه اسمتش نگه دارد، محبوسان هم در پناه اسمتش نگه دارد. باور کنید این حبس خانه این خانه نیست، این خانه غربت، همون در حبس به هم در همون اویله هاشون. بله. بگذار صبر و جمیل کردن برای فرزندانشون. لیکن ما حتما دستگیری میکنیم. من تماما همه وقت میگم، همه وقت دستگیری میکنم. چی که از دستم میاد من برای خلقم، برای مخالفین تیار. سلامت باشید برادر. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. گناه مردم را ببینید بدون هیچ یک خودداری آمادگیش را به مبارزه اعلام میکند و مبارزه ضد ظلم اعلام میکند و یک نفر میبرد میگوید که من به این حکم ها راضی نیستم. همین یعنی وظیفه میگوید که وظیفه شهروندی من است که باید من این حرف را بگویم.
ان همین مداخله به سیاست است، از روی قانون است. یعنی این شخص همچون یک وظیفه شهروندی خودش میدوند که بگوید که من به حکمهای ظالمانه بدون ثابت کردن جرم مردم را به زندان فرستاده اید، من به این راضی نیستم. انا همین به سیاست مداخله کردن است، اما وظیفه شهروندیش است، از روی قانون است. و امام علی رحمه میگوید که باید این طور نکنیم. حالا مهاجر بفرمایید. مهاجر. السلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. به این گوی احمق چی گوم؟ این گوی احمقتون عقلش رفتگی. این دیگه باور کنید این یک کلون های. دیدین که دین دپومی رفت چی کار کرد؟ با کی صورت گرفت؟ دبرش کی بود دوتا؟ با دو لختک. این اوجه لختک شده گه. ایدرسش هیچی نمیبیه. همین قایچیچه سهرناکش میگره. همین لختک بازی میکنه دیگه. یگون کار عدستش نمیبره. اشکورو گفتیسته که دخالت نکنین. من دیکتاتورم گفتیسته. اشکورو برو ما دینه گفت که دخالت نکنین که من تو ابد ترمتم میکنم یا میکشم. دیگه این رژیم اوجه چی خودش دکزاد میکنه که این من دیکتاتورم، من نستایش دیکتاتورم، در من دخالت نکنین در حکومت من. بله درست است. آخرش نمیدونم چی میشوه. آخرش بخیر شوه. اومده سه روزای آخرش، نفسای آخرانش اومده سه انشاءالله. برادر شوکت، من میخواستم همیقه بگم استعفا شریپویچ رحمانوف با اولادت قطعی. حالا الیاس بفرمایید. الیاس. تشکر مهاجر. سلام علیکم. فرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. نکر شوکت سلام علیکم. امیدوارم خوبی برادر. سلام علیکم به کل برادران و کل تماشابینان شنوندگان. ما با پیغام امام علی رحمه چی گفتنی هستم که گفت که در سیاست دخالت نکنین. یک شهروند چرا در دولت‌های دموکراتی مثلا در اروپا و حال بالفرض در هر جا که فرق نداره در هر کشور در سیاست اصلا مردم رول کلان رو بازی میکنن. مثلا در دولت‌های اروپایی اگر ما نظر کنیم معلوم است که این مثلا معلوم است که مردم ما کمتر از سواد دور هستند، از سیاست هم خبر ندارن، اصلا حس نمیکنن سیاست خودش چی است. در دولت‌های اروپا را اگر ما نظر کنیم می‌بینید که مردم برای حتی برای یک ویبری پرزیدنت یا که دپوتات ها مثلا شعارها میبردارن، گویم که در صحنه میبرن، مثلا مردم ببینید چقدر بازی میکنن و دپوتات رو با طریق گویم که چی بگیم با طریق تیپ میتینگ رو تشکیل میکنن، مردم ویبر میکنن دپوتات را. در تاجیکستان ما نمیدونیم که دپوتات ویبر میشه چی خیلی ویبر میشه، هیچ که درک نداره. بعد صدا خوب است که بله صدایتون خوب است بفرمایید. بعد من همین روز من در وبسایت رادیو آزادی یک چیز رو خواندم، باز من در اینجا برای شما میخونم، مردم در پیش چشم مردم. در وبسایت رادیو آزادی همین روز برآمد که چرا اینقدر حکومت تاجیکستان صدها در یک سال صدها ده ها هزار نفسگی که ده ها کارخانه ها جاهای کاری تشکیل می شود، اما پس از رفتن پرزیدنت کارخانه ها از کار میموند. من همینجا شروع میخونم که در رسانه‌های دولت نفسگی که رسانه‌های دولتی و منصبیان تاجیکستان پیوسته از تشکیل کارخانه ها و هزارها جای کاری نو خبر می‌دهند. بیشتر کارخانه ها را هنگام سفر پرزیدنت به شهر و ناحیه ها باز می‌کنند. تحقیقات روزنامه‌نگاران اثبات کرد که این همه کارخانه ها و انشاءات فعال هستند. مقامات تاجیکستان را برای چنین صحنه‌سازی ها در گذشته بسیار تنقید کردند، اما با گفت کارشناسان مهمتر از همه در اینجا نظرفریبی و امور بردروغ در برای تأسیس جای کاری است. بله
اگر مردم ببینید که من مردم چی گفتنی هستم که من یک چیز گویم بکای شفقت جون برای مردم گویم که مثلا اگر یک روزنامه‌نگار یا که یک مجله وقتی درباره یک چیز تهمت میکنه دروغ میکنه او علاقه جنایت میشود همین طرز که شفقت بله ببینید که مردم وقتی که یک روزنامه‌نگار یک مجله وقتی که تهمت بر گروه یک منصبدار یک کسی میکنه این جنایت هم میتونه که حکومت دلیل بکشه بر علیه این روزنامه‌نگار. چرا حکومت تاجیکستان امروز این ما همین رسانه رو حال خواندم در کاش ما که شکایت شما دم پارتمان میره دم پوسکای مردم میاد که در وبسایت رادیو زدی برای نو برآمدگی نیم ساعت پیش برآمدگی چرا یا بعد علیه دل هوی نمیکنن برای که همه کارو در حقیقت راست است آشکار است با مردم باید این چیزا رو حس کنن مردم باید که اکانتر مفکوره زیاد پیدا کنند مثل مردم اروپا ببینید یک دیپوتات یک چیزی میبرن مردم بله مالش با قرآن نگهبانتون باشه و ما نسبت موضوع مردم رو گوش میکنیم مردم چی میگویند سلامت باشید زنده باشید تشکر برادر عزیز ببینید اینو مردم علاقه رسانه ها را مطالعه میکنند نوشته های رسانه ها را پیگیری میکنند مردم خیلی فعال شده است ببینید یک نفر رسانه را پیگیری کرده است و چیزی که در آزادی نوشته شده است در این باره ملاحظه کرده شده است این نشانگری روز تا روز بالا رفتن سطح مدار سیاسی مردم است همین به سیاست مداخله نکنید همین از همین بالا روی مدار سیاسی مردم شهروندان ترس و هراس همین امام علی رحمان است به همین سبب گفته شده است این گپ را سعید نقی‌الدین چرتکوف بفرمایید هیچ یک شما نام نسبتون رو درست نکردید ده برادر سلام علیکم کشاکه بفرمایید ولی علیش میکنیم انشاءالله معلش بفرمایید ما که اکش اوقات با او خوگی چی گفته این او در چت یوتیوب دیدم که شما خواهش کرده شدید که کیپچه کاری ضرور دارید و زودتر به شما نوبت بدیم حالا زودتر نوبت دادیم که ببینیم چی گفتنی مهم دارید من گفتنیم بله ما کاری ضرور ما که جای ما در یعنی میشه 8 ساعت دسته میشه و برای هم گفتن سر دکوریم نه بعد اکش اوقات گفتنیم که ما با شما التماس خداوند در راه شما را موفق گردونه انشاءالله ما هم وقت برای شما هستیم با او گفتنی امام تپا گفتنی هم که اکا او گپاش همش دروغ هم ما با او گپای باور نداریم میگه برای نماز صاحبخونه در یگان جا نمازی به حضور دل خونده نمیشه و همه عیده سین پرابلم و درد غم در همون تاجیکستان نمازی به حضور دل خونده نمیشه و غم تا نماز خونه او دروغه با گپای ما تمام باور نداریم پادیا شیطانه ان شاء الله ما دبر شما مکه شوکت هزار رحمت کلام تشکر به شما برادر عزیز حالا نفری که با نام انتظاری هستید ببخشید من شما اینجا بودید لیکن این حسام الدین زبیدالله پیش از همه مهمان برنامه ما هستند و هم از شما پیشتر وارد شده بودند لیکن کم یکم مشکلی پیش آمد که گفتیم بیرون شوند و از سری نوارد شوند با جایزه شما من اول میخوام حسام الدین زبیدالله سخن کنم برادر عزیز گرامی حسام الدین زبیدالله پیش از همه به برنامه خوش آمدید من پیش از آن که یگان سوال داشته باشم اینجا چند سوال ها هست به شما میخواستم خودتان در این باره یک کمتر صحبت کنید فکر و اندیشه شما چی است ما چیکار باید کنیم سلام علیکم پیش شوکت سلام علیکم تماشابینان عزیز بله با ما کانت مشکلی تکنیکی پیش اومد وارد شدن نتونستیم راستی گپ خیلی حرکت کردیم که وارد برنامه شما شویم انا روزی گپ ما بسیاری چه شما رو دیگر نتونستم فهمیده برای که تلفن اینا ابنوید کردم راستی گپ خیلی ما چند نفران از نزدیکان زندانی‌های سیاسی همراه شهرت اینو مکتوب تیار کردیم با صلیب سور و این کمترین کاری بود که ما نسبت اون بزرگواران که در زندان هستن نسبت به انجام دادیم کمترین کار بود و راستی گپ
ما هم از مردم تاجیکستان که این روز یک سیاستی که این رژیم رحمانوف پیش گرفته است مردم رو میترساند. سیاستی ترساندن مردم گوییم هم غلط نمیکنیم، ولی مردم که همه حاضر یک عقیده در سر خود دارن که خود ما بگیم که اگر به لهجه مردمی گوییم مرا هیچی نگوینو دیگه دا کار ندارم، همین خیلی فکر در سر مردم حالی جور شده گیاد. بله. و همه منتظر اون میستن که تو یک نزدیکشون برند به زندان داخل زندان کنند و بعد دادوایشون بیرون کنند دادوای کنند. لیکن این بسیار غلط است، برای که خودتون هم شاهد هستید، هر روز میشنویم از واسطه خبرها و از واسطه اینترنت و این وای زندانی کردن بیگناه. ولی باید مردم که همه صدای خود بلند کنند، برای که این یک شرمندگی است که موسفیدانی از 70 بالا از 70 بالا رو زندان میکنند و در اون داخل زندان بگیم که ترور حکومتی گوییم هم غلط نمیکنیم، ترور حکومتی انجام داده ایستادن نسبت یک موسفید 70 ساله و زیاده از 70 سال عمر دارد، اونا رو ترور میکنند و تعقیب میکنند، در داخل زندان شکنجه میکنند، خیلی بسیار کارهای زشت میکنند نسبت موسفیدان. بله. اگر اون سوال داشته باشید معلومات نیست. ببینید مبارزه های آسایشته دوام دارد. بله. یعنی حالا تمام امکانیت ها استفاده شده ایستاده است برای آزادی آنها. مراجعت ها با سازمان های بین المللی، کار با سازمان های دفاع حقوق بشر ادامه دارد. و حالا آخرین خبری که ما دریافت کردیم، یک سازمان دفاع حقوق بشر از تاجیکستان طلب کرد که زندانیان سیاسی را آزاد کند، حکمت الله سیف الله زاده را آزاد کند، محمد علی حید را آزاد کند. چندین سازمان های بین المللی از تاجیکستان طلب کردند. حتی با نفوذترین سازمان جهانی، سازمان ملل متحد، از تاجیکستان طلب کرد که کمیته دفاع حقوق بشری سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرد که 11 نفر زندانی سیاسی عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از جمله ادوکات بزرگمهر یاروف، از جمله تاجر مشهور تاجیکستان، سابق وزیر صنعت تاجیکستان زید سعیدوف، بدون هیچ قید و شرط اینها از زندان آزاد کرده شدند، اما تاجیکستان گوش نمیدهد. و فکر شما حالا هم باید ما همه خیلی مبارزه آسایشته را دوام داده رفتن گیریم یا یگان تصمیم های دیگری جدیتر باید کرد؟ اکای شاکت من یک میگویم که راستی گپ نسبت همین سازمان ها و نسبت سفارت هایی که در تاجیکستان هستند، من مثلا کاری که خودم مال انجام دادم نسبت برادرم اسرارالدین شوام شاهد است، یک سال گذشته او را هم بگناه دستگیر کردن و با 5 سال زندان روانه کردند. و تمامی سفارت هایی که در تاجیکستان هست و تمامی سفارت ها، چقدر سفارت هایی که هست و الکترونی و پشت الکترونیشون نامه فرستادم خودم شخصا و کمیته نجات گروگان ها نیز فرستادم، ولی ما یگان جواب از اونها نگرفتم. من خودم هم یگان جواب از سفارت ها از تمام سازمان ها خواهش کردیم، بعضی هاشون بله چی کردن، کوشش کردن، مثال خیلی اعتراض کردن نسبت حکومت تاجیکستان، ولی نه همه‌شون. انا راستی گپ سازمان ها هم در تاجیکستان سازمان ها را خودتون هم مشاهده میکنید که فقط یک نامه میفرستن آزاد کنید، مثال با یک آزاد کنید گفتن او امام علی هیچ کاری انجام نمیده، نه امام علی نه یتیموف نه دیگر و دیگر. ولی خیلی حاضر شما خودتان شاهد هستید، مثال دور نمیریم همسایه کشور ما افغانستان رو ببینید که تمام دنیا
طالبان رو تروریسم قبول میکردن و تروریست میگفتن و تروریست ارشدی میگفتن و کیم چی گروه بالاها میگفتن و این روز که با قوای زوری که گرفتن طالبان حکومتشون تمام زندانهای خودشون آزاد کردن و بسیار از کشورها علاقه حکومت قانونی قبول کرده استادن طالبان. ما راستی گپ دیگه سازمان ها بسیار علل خصوص سازمان ها رو هم بینید سفارت امریکا که مبارزه بر ضد دیکتاتور رو چی میبره با میلیون ها دلار به اموالی داده ایستاده است و کمک کرده است از گرانت ها داده ایستادیان تمام مثال و OBC هم همشون گرانت ها جدا میکنن برای اموالی حکومت اموالی و دیگه چیکار میکنه نیمی پولا میدازه نیمی پولش رو میگیرد یعنی فکر تروریست تو بچی گفته مردم بیگناه رو برده زندان میکنین ما مبارزه بر ضد تروریسم میبریم گفته موسفیدا و کیم آدمای بیگناه ها میگیره میبره زندان میکنه و دزد غارتگر و آدم کشورا اینا در امنیتی خودتون دیدید عفو طلایی گفته آزاد میکنه. ولی کدام یک از مخالفان حکومت در همین عفو طلایی اموالی آزاد شد؟ ما نفهمیدیم راستی گپ یگون نفر حتی از نزدیکان خودی ما مثال برادرم که بیگناه خودتون میدونید پدرم بیگناه شده است اقلا یک سالی همونو رو عفو نکردن اقلا یک سالی شوند. بله متاسفم برادر عزیز. حالا ببینید گفت شما در تاجیکستان عفو شدن دزد قاتل غارتگر فسادکار مال مردم خور همین نفران آزاد شدند. در افغانستان باشد در افغانستان باشد تروریستانی که تمام جامعه جهانی درباره آنها درباره تروریستی آنها میگوید سر قدرت آمدند و امروز چند ابرقدرت هایی که دعوای ضد تروریسم میکنند ضد اکستریمیسم میکنند دعوت کرده شدند که با طالبان باید همکاری کرد. یعنی امروز نظر جامعه و تاکتیک مناسبت جامعه با هم یعنی جامعه جهانی تغییر خورده است. حالا همین مناسبت ابرقدرت ها و همین مناسبت جامعه جهانی که با دزد و غارتگر و قاتل و آدمکش و تروریست و اکستریمیست و دیکتاتور شده ایستاده است نظر جامعه بین المللی را دیگر میکند و همین فکر همین اندیشه که برای اینکه تو در یک کشور در سیاست یک کشور سهیم باشه گفته قانون تپک باید با اصول دولتداری باید دخالت کنی از همین تاکتیکی طالبان باید استفاده کنی چون که دیگه تاکتیک هایی که با طور آسایشته هستند و بدون خشونت هستند قبول نمی شود قبول نیست با طور مبارزه میبری مبارزه تو قبول نیست میگوی که شما گرانت هایی که مصرف هایی که شما به امام علی رحمان داده ایستاده اید این یک دیکتاتور رو شما به قوت کرده ایستاده اید بر ضد مردمش حتی به خودش این اجازه رو داده ایستاده است بگوید به مردم که به من دخالت نکن. بله هم برآمدش خودتون هم شاهد بودید گفت که نماز میخونی چیکار میکنی مسجد میروی فقط به کار دولت و دولتداری و سیاست دخالت نکن که به جوابگاری کشیده میشه همون چیه دیگه یک زوری خودش نشون داده ایستاده است. در قانون دولتی تاجیکستان این گونه طلبات وجود ندارد که به سیاست دخالت کردی جنایتکار هستی به سیاست دخالت کردی جنایتکار هستی این گونه قانون وجود ندارد. حالا مناسب شما را گوش کنیم همینجا بیسید. السلام علیکم برادر شوکت محمد سلام خود را به هر یک بیننده شما میرسونم به برادری که پدرشون برادرشون در زندان است. ما برادر در فکر هر یک زندانیای سیاسی و در زندانیایی که بیگناه شدگان و حکومت‌های آسیای میانه همگی 100% 80% زندانیان بیگناه میشینند و پسران اینا چی کارا و چی جنایت‌های نمیکنند و دیگران را برای دل را محکم کردن برادر بیگناه ها را میشنونند و
من در باره همین زندانیان وقتی که داد میزنم بسیار مردم میگم برای چی داد میزنم؟ آخه پدر من نشسته است، برادر من نشسته است، اینا برادر پدر و برادر اینا مردک شسته است. بعد دهن حال گفته است ای مردم شما یک بار عقل قدیما باید کار کنیم، ما دیگه نمونیم نه تنها پدر ما و مادر ما و یا که ما باید برم زندان شوم. این همی برادر بس ای مادر برآمده بعد دهن حال گفته است که پدر مرا بیگناه شناندن، برادر مرا گرفتن پشت زندان 5 سال زندانی کردن. و برادر وقتی که گپ میزنه که ضد بشر و ای به خدا قسم هر کدامش باید خرساندن، پدر ایت دوجه شتگی باید خرساندن. این همی دولت های اروپایی خرساندن، یکی از همی دولت هایی که امام علی رحمان محافظت میکنن همی دولت های اروپایی هم. همین دولت های اروپایی هم که مبلغ های کلان جدا میکنن که ضد تروریست ها مبارزه برای رحمان و وایان میدونن 100% میدونن که پدر ایت بیگناه است و برادر ایت بیگناه است. یا برای مردم همه اروپا، برای چی در اروپا یگان تروریست نیست، اما یا 100% میدونن که مردم دولت اسلامی همش همینجا گرفته آمده پناه گرفتن. در همین اروپا بیشترین آدمای امو سیریا و عراق است. برای چی یک کس نمیگه، یک استاتیای نمیکنه زیریو، فقط در همون تاجیکستان های تروریست، در همون تاجیکستان های اکستریمیست. و برادر جان شما یگان بار باوری نکنین این ارگانیزاسیون بین الملل یا همش برای همین فایده رحمانوف میکنن. ما باید تیزتر همین رحمانوف نام شد در روی خط تروریست ها جای بگیره، برای همین یاردن به امام علی رحمان دیگه نشوه. ما مردم تاجیکستان ما به ایرم یگان پول نمیگیره از دولت های بین الملل و از پاموشایی که یا به تاجیکستان روان میکنن و 100% بردی اساسی مخالفین در همین میشوه که وقتی که سانکسیون ضد رحمانوف میکنن و پول مبلغ امام علی رحمان یک میدونید چه یک فاحشه بخشی برای در اینجا کم ترک زیاده گپ میزنم که رنگ فاحشه است. رحمانوف خودش یک فاحشه است، در قدر ایستادگی است، از هر کس میطلبد. همه بیا سونگ تا کارت بود میکنه. این رحمانوف همون فاحشه است، این یگان تا دیگر نمیشود. 30 سال این مردم از ظلم و ظالمی که تجاوز کرد این هوای است، این دیگر نمیشود. هی مردم بیدار شوین. مردم طالب ببینن که هر کس مردم طالب بعد میگفت، من وای را خوب نمیگم، مردم طالب بعد میگفت هوایای بدن که زندانا را همه را سر دادن. بینن که مردکا چخل با این زنو با این مردو رحم کردن. برای چی مردم بدخشان افغانستان مردم طالب هیچ نمیگن، یک سیاه نمیگن، فقط از پنشیر، فقط از پنشیر. برای پنشیر این همی خیلی پرده شکور رنگ رحمانوف داره، اما رنگ امرالله صالح مردم تاجیک کشتنی ها. برای همین مردم بیدار شویم به خدا قسم. همین ما ضد امام علی رحمان حاضرش نخیدیم، بخیزن همون آقانه که در تاجیکستان هست بگیرن آقانشونه. چی در کارای آقان که وقتی کار نمیکند؟ بروین یک روز بروین یگان کس شما را من کردن نمیتوند. مردم التماس تا میکنم بروین همین آقان نباشه در تاجیکستانی ما، این در کار هم نیست است. من 100% شما را میگم، ما را میزنیم دیگر، ما را میکشیم دیگر. ما را سود میکنن، چیکار میکنن کدن گیرد، ما را کشته میکنن میکشیم، ما را زندانی میکنن، ما هم همون خیلی ظلم به یا میرسونیم. بس از آخی ما دیگر طاقت این رحمانوف پدر لعنت نداریم دیگر. بس از آخی تو چقدر این مستفیدای ما را میکشه، این جوان مردای ما را میکشه. رحم آلی به مستفیدای این رحمانوف نداره، آلی به جوان ها اوست بیستد. چقدر زنها و دخترای تاجیک در ترکیه، در دبی، در ایجا فروخته میشه از طرف همین خویشاوندای رحمانوف. خیلی رحمانوف شما اینا نمیدونین. یک بار از جمهوری بروین یگان طرف برین و میبینیم بعد چشم دخترای تاجیک چی حال احوال داره. در الماتا به خدا قسم دیدم فاحشه گیرد از تاجیکستان. کی آورد؟ همین رحمانوف آورد. سلامت باشین برادر شفقت، برادر جان بخشش زیاد که کم ترک منم عصبانیم که به خدا قسم برای همه اینا از برادر جان اینا برای همه برای زندانی های سیاسی من هر روز میرم، هر روز نه که به خدا قسم یا میگم ما میدونیم همه چیزا، ما همه چیزا از تو بهتر میدونیم، نه که یگان چی نمیکنن. این همه سودی بین الملل در همینجا است. به خدا قسم 7 روز
دم بی بدم رفتم اعتراض کردم. چی میگن تو کی вообще؟ تو вообще خب که میگم ما از تو بهتر میدونیم. نه که سوما روی کدیس روان میکنن به تاجیکستان. امام علی رحمان همه زن مظالمه اینمی اروپایی ها شما را میکنن. اینمی سازمان های بین الملل شما را میکنن. ای مردم به خدا قسم میگم اینمی سازمان های بین الملل شما را به همین روزا رساندگی های. برای اینا را نمیخواهند که ما دولتی صاحب مستقل باشیم، دولت آزاد باشیم، دولت دموکراتی باشیم. حالا ببینید سیستم رو همین اروپا قسمی از شهروندان ما آزاداندیشان، آزاد فکران، همون نفرانی که اندیشه های سالم دارند، فکرهای سالم دارند، یک کمتر خودشان را احترام میکنند، به دیکتاتور راضی نیستند. نقص دقت دهید دوستان، به دیکتاتور راضی نیستند، اندیشه سالم دارند، فکر سالم دارند، یک کم میخوان آزادانه زندگی کنند. پناهگاه سیاسی داده شده است. بله، پناهگاه سیاسی داده شده است. اینجا همین پناهندگان با زن فرزندانشان به اروپا میبیایند. آگاه باشید، با زن فرزندانشان میبیایند. بعد اینجا همین یک پکلینیه، یعنی همین نفرانی که پناهنده شدن میبیایند یک ول میکنن تا خسته شدنشان. دیکتاتور امام علی رحمان گفته خسته میشوند، به کار بیزنس خودشان آواره شده میروند. فرزندان اینها مکتب میخوانند، بخشه بچگان میروند، کلان شدن، مکتب را ختم کردن، دانشگاه میروند. در مابین همین 10 سال 15 سال همین یک پکلینی اول ول میکند. پکلینی موندگی باقی مونده، یک نفر 3 نفر بچه دارد، 4 نفر بچه دارد، فرزند دارد، پسر و دختر دارد. همش را هم فرزند یک از فرزند سالم عقل، سالم اندیشه، آزادی خواه که فرزند آزادی خواه و سالم عقل و صاحب اندیشه میباید. یعنی همین پناهندگان میروند به جامعه اروپا، فرزندان سالم عقل و سالم اندیشه خودشان را تحفه میکنند. بعد از 10-15 سال این نفران فرزندان این پناهندگان یگان خیلی یاد تاجیکستان نمیکنند. اکثریتش 80% همونجا میگه تو همین تاجیکستان برو به همین امام علی زندگی کن. میگه وطن ما همینجا است، ما همینجا خوندیم، همینجا درس گرفتیم، همینجا تعلیم گرفتیم، همینا به ما تعلیم دادن، وطن ما همینجا است. میگه تمام ادو انا کنون اینها باز مبلغ را فرستادن میگیرن، امام علی را میگن که مبلغ را فرستادن میگیرن، امام علی را به قوت میکنن و امام علی باز فشار را دوچند کردن میگیرد. باز نفرانی که آزادی را دوست می‌دارند، صاحب اندیشگی را دوست می‌دارند، صاحب فکر بودن را دوست می‌دارند، خودشان را احترام می‌کنند، نمی‌تونند در اونجا نفس کشیدن. باز این نفرانی که به خودشان احترام قائل هستند، نفرانی که صاحب اندیشه هستند، آزادانه زندگی کردن را دوست می‌دارند، باز به همین می‌باید اروپا، به همین کشورهایی که یک مقدار آزادی را تامین کردند و همین طور از تمام کشورها چی شده شده است؟ آزاداندیشان و آزاد فکران و سالم عقلان که حتما فرزندشان را طلب میکنند که بخواند، فرزندشان را طلب میکنند که پیش برود، صاحب معلومات بشود. همین نفران به فرزندشان یعنی با همین گپ‌ها میگن که در جامعه اروپا فعال باش و خودشان یک کمی ضد دیکتاتور، ضد ظلم ولوله میکنند رسما. یعنی مبارزه های آسایشته برده شدن، فرزندانشان را به جامعه اروپا توفه کرده میگیرند. انا همین حالت در این قشر شخصانی که به سیاست سر کار میگیرند، شخصانی که در میخوان در سیاست سر کار داشتگی باشند، حالشان این خیلی میشود در فرهنگ و هکذا. من میدونم چقدر فرهنگیان ما در اروپا پناهنده شده است، چقدر زیاییان ما، چقدر روزنامه‌نگاران ما، همه‌شون فرزندشون رو به جامعه اروپا توفه کرده هستند. خیلی کم نفران هستند که از فرزندان اینها، چه سیاستمدارانش، چه دیگر و هکذا زیاییانش و هکذا هایش، از به فرزندش با فرزندش یک ساعت بشیند بگوید که اوی به وطن برگشتن لازم است. به این وقتش نمیرسد. اکنون قوه کاری
اکنون قوه کاری روسیه با تاجیکستان برای دیکتاتوراش کمک کردن میگیرد همین یک آینه رو سیر کرده پر کرده موندن میگیرد. یعنی خیلی ویگود ناز گفته روسا که همین یک آینه دیکتاتور باشد و همین خوردن رو دوست دارد، زیاد کردن رو مال رو دوست دارد، با آفشور فرستادن رو دوست دارد. این خیلی بر روسیه خوب است. و این حکومت تاجیکستان که در فکر آفریدن جای کار نیست، شغل نیست، در فکر بنیاد کردن کارخانه ها و کارگاه ها نیست، یعنی هم یک سیاست است. یعنی چکر میشد؟ یعنی همین قدر تنگ میبرد که مردم خودش به تنگ بیارد، به سوی روسیه سفر کند و غلام روسیه باشد. این غلامای روسیه خودشون میرن در روسیه غلامی میکنن، فرزندانشون رو به مکتب های روسی میدهند. این غلام ها یعنی همین 1 میلیون غلام های روسیه از تاجیکستان میروند، فرزندانشون رو به مکتب های روسی میدهند. اکثریت الکی در خانه های مهاجران تاجیک فرزندان زبان تاجیکی را نمیدانند، رسم رسومی تاجیکی را نمیدانند، با تاجیکی گپ زدن نمیتونند. گپ زدن میتوانستگیش 50 گپ میزند، 50% تاجیکی 50% روسی. آمیخته همین خیل نمیفهمند. و همین خیل ما با همین سیاستی که امروز حکومت تاجیکستان دارد، با سیاست شکم پرستی، با سیاست تپک پرستی، ما چیکار کرده شدیم؟ یعنی به نابودی رفته شدیم. حالا من از برادر حسام الدین میخواستم که درباره چگونه اول سرداری خانه پدر شما را که این حکومت به زندان فرستاد، باز چه شد که به این حکومت قانع نشده برادر شما رو به زندان فرستاد؟ سبب اساسی در چه بود؟ چرا با زندان کردن پدرتون حکومت قانع نشد و برادرتون رو هم روحی کرد؟ زندانی شدن پدرم سببش را همتون میدونید. عضو ریاستی عالی حزب بود. انا رئیس شورای علما و اکادمی حزب بودم پدرم. بله. انا پدرم که اول اینکه اون مردانوار ایستادن از تاجیکستان خارج نشدن، تا اینکه اونو به عقیده پدرم اون بود که اگر که وای از تاجیکستان خارج شوند تمام گناه ها در گردن حزب میزنن. به اون هم همه گناه در گردن حزب زدن. لیکن تو به حال مثال در یگان پروتکل‌های حکومت نسبت پدرم، پروتکلی که نسبت پدرم کردگان یگان تایینات امضا گذاشتگی نیستن، یگان گناه هم با کلا گرفتگی نیستن، برای که بیگناه که بودن یگان شونه امضا موندگی نیستن. و هر حال 25 سال روانه زندان شدن. انا برادرم دو سبب قطعی باشه زندانی شد. یکم سببش اون بود که اون کمک پولی که ما از ایس روان میکردیم برای خانواده های زندانی ها که تو با زندانی ها یگان آزوقه برن بر قول روسی پیدا چکنن برای زندانی هاشون، همون کمک پولی که ما از اینجا روان کردگی بودیم همون برده میرسیم به خانواده زندانی ها. دوم اینکه وقتی که اونو بردن همون شب و روز، اگر در یادتون باشه، از مثال از دختر استاد سیف الله زاده هم مقابل حزب و مقابل پدر خودش اینترویو داده بود. فرزانه نام داشت، چی نام داشت اگر غلط نکنم نامش تماشا کرد. بسیاری همین مخالفانی که در خارج از کشور هستن هر عضو خانواده هاشون اینترویو میگیرن، اینترویو اجباری. برادر ما را نیز بردن خواستن که اینترویو و مقابل
مثال من در اینجا پدرم در زندان است، به مقابل ما اینترویو بوده، به مقابل در مقابل عضو ریاست حزب مثال در خارج از کشور بوده، مثال استاد کبیری و دیگرها اینترویو تیا یکی بعد دست کشید از این اینترویو، نداد اینترویو و همین گناه ها در گردنش دادن که همدستی با تروریسم، با 307 همدستی با گروه های ممنوعی که در تاجیکستان هستن، گروه های تروریستی و چی، همدستی با همونا گفته همین استاتیا را زدن شد. بله، تشکر با شما. سلامت باشید برادر عزیز. ببینید یک نفر حسام الدین زبیدالله زاده که حالا در استودیو هستند، با ما هستند، با همصحبت ما هستند، فرزند یکی از علمای معتبر دین، یکی از نفری که خودش را شاگرد از رویه مذهب امام ابو حنیفه میداند و رئیس اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و نفری که از زبانشان مبالغه نشود، از زبانشان پشه آزار نمیافت، یک شخص بی نهایت حلیم، خاکسار، بردن زندان کردن و پسرش را برای آن زندان کردن که بر ضد پدرش نخواست حرف بد گوید، بر ضد دوستان پدرش نخواست حرف بد گوید. حالا در دین احترام پدر در جای خودش، احترام دوستان پدر این توصیه دین است، از آداب اسلامی حساب می شود. اما اینها چی؟ این خدا بیخبران چی؟ اینها گرفتن نفری را که نخواست بر ضد پدرش حرف بد بگوید، نخواست بر ضد پدرش بر اینها اینترویو بدهد، مردگری را رعایت کرد. به خاطر مردگریش، به خاطر آدابش، به خاطر اخلاقش، به خاطر رعایت احترام دوستان پدرش روانه زندان شد. نفرانی که به خاطر تنجی امانی شخصیتان، به خاطر امنیت شخصیتان میبراید بر ضد فرزندتان گپ میزنید، میبراید بر ضد برادرتان گپ میزنید، فقط امنیت شخصیتان تامین باشد شد شما با یاد گیرید مردگری را یاد گیرید. برآمدید بر ضد پدرتان گزارش دادید، اینترویو دادید در نزد ارچه های امنیتی ها، برآمدید بر ضد پدرتان، بر ضد برادرتان، بر ضد خویش و تبارتان اینترویو دادید، کاغذهای آنها را این خیل کرده ایستادن، شما خواندید. مردگری را یاد گیرید. مرد بودن لازم است. حالا تشکر به شما حسام الدین. امیدوارم در دیگر برنامه‌های ما نیز فعال خواهید بود. به شما برای کار میخواهم. رحمت خدا. اگر اجازه باشه با اجازه شما خارج مکه شوکت کم تا کار بر داریم. مالش برای کار به شما. خدا حافظ شما. برای کار به شما. حالا همین پیام‌های افیر پیها وارد شده بودند، بعد از آن یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم ان شاء الله. نفری که از واتساپ زنگ زده شدید خواهش میکنم کمتر صبر کنید، هم پیام‌های افیر رو گوش کنیم چی میگفته باشن، پیام‌های افیر چی میداده باشن. بفرمایید. میکروفونتون رو فعال کنید و بفرمایید برادر عزیز یا خواهر گرامی که نمیدونم مرد هستید یا زن، پیام‌های افیر نویسید. بفرمایید. الو الو واتساپ بفرمایید. واتساپ. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخشید شبکه جان گپ زدن ممکن؟ بی ملال بفرمایید. اکنون در تاجیکستان من چی گویم در باره امنیت، یگان شخص تاجیک امنیت ندارد.
بله امنیت توجیک‌ها را در توجیکستان هیچ کی دزدیدن نمی‌تواند. شما در همون کدام وقتی یک کارکنی بلندی دولتی اگر خواهد شما را در همون 1 ساعت برده محکم میکنند. برای اینکه همون کارگرها و یا نسبت به مردم یک مناسبتی نسبت انا صاحب به غلام همچون مردم توجیک همچون غلام که مردمی که حقوق ندارد نخود در بوره خودتون در بوره حقوق خودتون گپ زدن این انا پرینسیپلی باشد. در توجیکستان هر یک کارمند دولتی اگر به مقابل وی گپ زنید شما همچون انا گویم پریستوب نقاطی او گپ میزد. بسیار وقت دموکراتیا چیست؟ دموکراتیا این ساختی میکردگی حکومت همین ساخت دولت داده را انا دولت دموکراتی میگوید. من روچی کرده گویم ایتا نردولاتیا پس مردم همون پریزیدنت انتخاب میکنن او پریزیدنت همچون یک نیامی آدم همون همون اینترس همون ملت دیده کار میکنه. وقتی که راهبر برای ملت هیچ حساب نمیکند من نمیفهمم چه خیلی در باره دموکراتی گپ زدن ممکن. که ما میگویم دموکراتی و نمیفهمیم دموکراتی از چیست. مردمی که آزاد نیست اون مردم هم نیست. کثافت ملت ما در همین که ما آزاد نیستیم و برای چین آدم برای فکرش گفتن باید وای انا یک پریستوب نیست و فکر گفتن این من مثلا نمیگویم که حزب زراقتی کشت زنید همکر آزاد این گپا را استفاده نبرید شما حق دارید دیگه گپا را گویید. مثلا نسبت یک حکومتدار نسبت پارلمنت ما را باید تعیین میکنن و هیچ کی انتخاب نمیکنن. وقتی که پارلمنت تعیین میکنن انتخابش نمیکنن و خیلی پارلمنت و تماما منفیت ملت منفیت مردم در یگون وقت به نظر نمیگیرن. اون دیرکتیوی که از اپارت پریزیدنت میبید و یا همون توگماچه را زیر کن همون چی که باید گویان و چیز میکنن انتخاب میکنن. برای مردم همون اعضای همون مثال دیپوتاتا خفه نشون 99% و یا یگون منفیت ملت توجیک ندارد. این برای توجیک هیچ کردنی را نیست. و نخود یک کس 29 سال و مسافر شدی رفت دم گیر و یک کسی دیگه شود که یک کسی شود که کمتر خودش توجیک حس کند دلش بری ملتش سوزد فهمد که این ملت بسیارتر آزادی دادن در کار که سخن گویند گپ زنند. من یک کس میدونم که یک بزرگ زای سعیده او یک آدمی که یک آدمی پیشرفتی همون ملت توجیک بود نخودم خیلی آدم گیری که این ولی 29 سالی همون چیزایی که باید چند بار گفتن که همون پارتی تشکیل نکن اگه ما یکون چیز غیر قانونی میکنم من روی کانستیتوشن کار کردم برای همین گرفتن برای گوش نکردن همه چیز در کلای زدن 29 سال یکون انصافی آدم ها 10 کسا میکنن 29 سالش نمیکنن. من در میدونید که در نروژ بود در سوئد یک کس قریب 70 کس کش همونه 29 سالش دادن 30 سالش دادن و نخواد آدم گیری یک مردم یک آدمی که دلسوز ملت برای ملتش میخواست کار کنه نخواد یک سالای طولانی برای محکمت در گروه انصاف در گروه که یک توجیه کم در معلومات دار است یک جا یکون سخن کند و حتما باید وی برده محکم کنن باید وی بران اویله شده و گپ کنن باید هم کنن که آدم دهنش نکشه و شما شرم نمیکنید
شما باید نسبت ملت خودتون و این ملت مونه که اوضاع دبدبتون و این ملت همچون غلام نکنه. چی همین ملت توجیک از دست امیر فقط اول الکساندر مکدونی بعد عربا بعد مغولا و گفته که دولتی اوضاع تشکیل کرده بود در این بود 10 برابر از ویا بدتر و انصاف نداره. یک وجدان آدمی داشتن در تو بله دیگه کم در دیلتون ملتون سوزه بخود ملت ما یک ملت باشد که فقط تحقیرش کنه. در افغانستان ملت ما رو تحقیر میکنن، در ازبکستان توجیکا قریب همش ازبک شده رفتن، در تاجیکستان اهلتون کشودن نمیتوانه بله و انصاف کنه به حکومت دورا. من یک شخصی که نفقه خور، من نه وظیفه در کار نه هیچی، من فرد توجیکم، من در شهروندی هم تاجیکستان ندارم، یک جرم بلی ملت هم میسوزن. من طرفداری من همون طرفداری که آدم آزاد گپ زنن، آزاد سخن رانن. من یک آدمی که طرفدار حکومت بدم همتون کردید که من اپوزیسیون شدم، طرفدار حزب کبیری، طرفدار محمد اقبال، طرفدار گروپ 24، همه مردم شما هم خیلی کرد شدید. شرم کنید ای مردم توجیک، شرم کنه، ملتون غلام کردیه. در دل شما نزدم که با همون غلام رفتار کنی. یا وقت یک جو میگویم که یک وظیفه دار یک گپای قبیح قطعی تحقیر کرده. من میگم که تو چیه و آدم از خیلی گپ میزنی قطعی باید و میگوید اینا رو هم خیلی گپ نزنی گپ نمیفهمن و به انصاف نشوید. یک بار جلتون من وقتی که توجیکا رو میبینم بچه حال دارن در این روسیه. در روسیه ما هیچ کی نیستیم، ما یک مردمی تمام به حقوقه. بله در وطن خودتون که شما خودتون آدم نیست کنید، در دیگه جای شما کی گفت در دیار همسایه گوسولا شفقت یکون سوال باشد که من سوال شما جواب کیم. زنده باشید انشالله که سوال پیدا شد حتما میتیمتون. ببینید یک نفر در روسیه این اکای ما در روسیه زندگی میکنن، در روسیه فعالیت دارن و اصلا در زندگی به تاجیکستان هیچ نیازی ندارن. همین یاد وطن نباشد، محبت به وطن نباشد، اصلا میتونن یاد تاجیکستان نکنن. اما یاد وطن، محبت به وطن یک نفر رو مجبور میکند که یعنی سهم شهروندیش رو گذارد. به گپ است، به صدا بلند کردن است، یعنی این معین کردن موقع شهروندی است. همین موقع شهروندی رو معین کردن، ابراز نمودن، گفتن، همین سیاست است. حالا ببینید در روسیه شهروندی داده ایستادند و از پی شهروندی پاسابی داده ایستادند، ماترینسکی کپیتال، مردم خانه ها را گرفته ایستاده است، تمام همونجا تهجایی دیگه یاد تاجیکستان نیست، وجود ندارد. همین تاجیکستان رفته چی کار میکنم؟ یگان توی سور شود هم میرد میباید نباشد نه. حالا توی ها، خانه دار شوی ها هم همینجا در روسیه شده ایستاده است. همینجا در روسیه شده است. الکی توی خانه دار شوی و هاکذا ها، این ختنه سوری و هاکذا ها همش در روسیه شده ایستاده است. یعنی آهسته آهسته همین رو که تاجیکستان برای تاجیکان یک فونکسیی وطن رو اجرا کند، همین رو هم از دست داده ایستاده است. به این هوسمند خود روسیه است. حالا خطای بعضی از تهاجمی فرهنگش رو جاری کرده ایستاده است. همین اکثریت مبلغ هایی که به مسجد بندی، به نرفتن جوانان نورسان تا 18 ساله به مسجد، تعلیم نگرفتن نورسان از دین، تراشیدن ریش گرفتن روسری زنان، همش این سیاست نرمی تهاجم فرهنگی چین است. مبلغ گرفته ایستاده است، کله کلان ضد ملت خودش کار برده ایستاده است. پولته من کار میتیم کار دارم، پول گابزان پول همین خیلی شده ایستاده است.
پول گابزن پول هم کمتر فشار میارم همش میرد غلامی به سوی تو اکجا پوتین پول فرست پول میتیمی آخر پول بیار همش حال طرف اروپا پول بیار همش حال یک قسم دیگه کمتر فشار میارم همش دیگه اطراف سرحدی اروپا توده میشود رفته التماس به ما پناهندگی تیر التماس میگیری همش اوشت شود همین پول بیار شد همین خیلی شده است یگان کس حالا ببینید برادرها درباره سفارت ها گپ زدن سفارت های کشورها در تاجیکستان کی دیدید که همین سفارت ها اکثریت همین سفارت ها حتی در تاجیکستان هست نیست نمیدونید چند صد سفارتخانه در تاجیکستان هست نمیدونید که همینا هستن یا نیستن هیچ چیز صدا ندارن تمام جیم مکک تیخه میر نگفتی روزها کارشان رو برده شدن اکثریتش نه همچون یک سفارت کشور همچون نماینده دیپلماتی یک کشور همچون یک همین نماینده یک شرکت تجارتی برین گپ هستند اکثریتشون نماینده یک شرکت تجارتی تمام فونکسیر یک سفارت یک کشور رو اکثریت سفارتخانه ها اجرا نمیکنند ندارن خیلی فونکسیه بغیر از مناسبت های اقتصادی بعضی از طلبات ها وجود دارد شهروندای تاجیکستان میرود در بعضی کشورها 8 ساعت 10 ساعت در فرودگاه در میماند 100 بهانه هست همین کشور در تاجیکستان سفارتخانه دارد با این سوال ها باید جواب بگوید که چرا شهروند تاجیکستان میرود در فرودگاه های این کشورها در میماند 8 ساعت و 10 ساعت مورد پرسجو قرار میگیرد در تاجیکستان جنایتکار نبود به این کشور اومده ایستاده است در این کشور جنایت نکرده است چرا این نفر 8 ساعت 10 ساعت در فرودگاه های این کشورها باقی میماند به این سوال ها باید سفارت این کشورها جواب بگویند چیکار کرده ایستادن در اونجا چی مناسب این مناسبت چی مناسبت است که شهروندای تاجیکستان دائم در زجر و عذاب در این کشورهای دوست هستند کشورهایی که با اونها تاجیکستان مناسبت دیپلماتی دارد پس این سفارت ها در تاجیکستان یک نمایندگی یک شرکت تجارتی هستند اگر گروهی کرده گوییم یک نمایندگی باندیتیزم اکثریتش همین فوکسر رو اجرا میکنند وگرنه به همه این میتونستن که من مراجعت شخصی من به همین سفارت کشورهای دوست شما با کی مناسبت دوستانه کاری شدید با یک دیکتاتور برایتان ننگ نیست شما خودتان را احترام دارید حالا عبدالله بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکو شوکت واسه سیاست سلامت هستین زنده باشید اون چیزی که شما گفتین برادر البته این مسئله وزنین است که باید که هر شهروند تاجیکستان درباره این مسئله باید تفکر کند نه اینکه خودی امروزه دولت تاجیکستان صاحب استقلال است یا که قانون تاجیکستان یا که ترور حکومتداران نسبتی مردم تاجیکستان البته این همه چیز نه فقط که از طرف یگانه همون حاکمیت تاجیکستان است بلکه در این مسئله همه شریک هستند همون خیلی که شما ذکر کردین حتی که همون سفارت خانه هایی که هست اونها هم شریک هستند آلمان باشد فرانسه باشد امریکا باشد برای اینکه این سیاست برای نابود کردن خود خلق‌هایی که مسلمان هستند برای چی برای اینکه مسلمان‌ها چی هستند انسان‌هایی هستند که تا حاضر نسل سالم به دنیا میآورند میفهمید اینها این چیز را نمیخواهند برای چی در همین چی امریکا هر 3 فرزندی که به دنیا میآید این فرزندی که با راه زنا به دنیا میآید در فرانسه 40% به راه زنا میآید امروز در جامعه ما این چیز نبود تا تقریبا بگم 25 سال پیش فاحشه را در شهر نمیدانستید که دریافت کنید من که کودک بودم لیکن این طور نبود امروز که این قدر فحش در تاجیکستان پخش شده است سببش برای چی برای آنکه آنها میخواهند که
ما فرزندان ما زنهای ما چی شود رنگ اونها شود. از برای همین باید برای این کار عملی کردن اون انسان هایی که با شجاعت هستند سخن حق میگویند مقابل این حکومت حق خودشون طلب میکنن اونها رو نابود میکنن. از برای همین این نفرها چی هستند؟ خاموش هستند. وقتی که میبینید که دیندارها امروز تاجیکستان پر از شده است که آدمهای مسلمان با تهمت‌های گوناگون میبینید که حتی که یک پشه را کو چی نکرده است، آزار نداده است، 10 سال است 15 سال است. اگر که یک انسانی که جنسگرا باشد بالاش اگر فشار آرام میبینید که امریکا و دیگر در همون روز همه جا چی میکند؟ نوارها ثبت میکند که رحمان و ظالم است، مقابل این چی میکند. از برای همین قانونی که در تاجیکستان است قانونش هم همه چیز فقط تغییر داده ای که قانون شوروی یگان فرقیتی نیست. یگان قانونی نوی که در تاجیکستان نیست. حتی که من یک روزی که بود فقط مقایسه کردم قانون داخلی تاجیکستان و قانون روسیه را، تقریبا یک خیل، فقط صفرهاش عوض. میفهمین؟ با حتی ظلمی که در داخل روسیه میشود مقابل شهرونداش. البته بسیار برادران تاجیک ما، خواهران تاجیک ما امروزه واقعه روسیه را درست‌تر درک نمیکنن، برای آنکه البته که اونها مقایسه با چی میکنن؟ با تاجیکستان میکنن، حیات زندگیشان با تاجیکستان مقایسه میکنن، میگوین که حیات خوب است. لیکن ما میدانیم که در چند منطقه ها انسان ها از بیکاری چی شدن؟ الکش شدن. بسیار قشلاق ها نابود شدن، هزار قشلاق ها. از سبب چی؟ از سبب که کار نیست، از سبب که از گشنگی، تشنگی و غیره معماها. زندان های روسیه پر از جوانان روس. این چی است؟ بعد وقتی که دولت شوروی برهم خورد، همون وظیفه چی گویم شاهی است، لیدری است. همین سازمان ملل متحد و غیر سازمان ها همین قدرت و قوت و همین وظیفه را بر روسیه دادن. البته که هر قانونی که هست در تاجیکستان است، ازبکستان است، از قانون روسیه بیشتر و خوبتر نمی شود. برای آنکه اگر که آن چیزی که آزادی شود، مردم آزاد اندیش شوند، آزاد سخنشان اگر که گویند، در اون وقت آزاد دینشان اگر که پیروی کنند چی می شود؟ روسیه برهم میخورد، به چند قسمت برهم میخورد، برای آنکه چند کشورهای مسلمان نشین است در اونجا. با که امروزه پوتین هم چند سال است، تقریبا 21 سال در حکومت است. مردم روس بیدار میشوند، میگن که نگاه کن، البته که ما را که مردم دوم سورت میحسابند، میگن که اینها خواستند، میگن اینقدر آزادی را، مثال آزاد اندیشن، آزاد سخن هستند، حق خودشان را حمایت میکنند. اونها میخواستند اینم از وظیفه برکنار میکنند. از برای همین این همه تحریزی ها از جانب روسیه است، البته که از جانب چین هم است، برای آنکه بسیارتر فشار برای اوغورهایی که در سینزیان زندگی میکنند. البته نفرت هایی که از این برای ملت ماست از جانب همین کشورها. اینها فقط خیلی که شما گفتید این کشورها برای همون لازم است که بایگری تاجیکستان از تاجیکستان برند، لیکن ما را در مملکت های خودشان غلام کنند. در تاجیکستان هر یک نفر میتواند که نگاه کند چند قدر کارپرست های غربی است، چینی، فرانسوی یا که روسی و غیره فقط چیکار میکند؟ بایگری تاجیکستان به کشورهای خودشان میبرند. لیکن مردم ما چند سال شده است که در غلامی، دیگر حال ما بهتر نمیشود که بدتر، هر روز از روز بدتر شده ایستاده است که بهتر نیست. درست. تشکر زیاد برادر عزیز عبدالله. سلام. فکرهای بکر دارید. رحمان تپک. سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. نخود به خودت همین نمره رو ببینید، یگون نمو درست مونه نمیشود. همه قدر آدمی نام خوبه کو؟ بفرمایید. من همه گفتنی دارم که همه مردم ما توجیک، خلق ما همه خودشون آزادی را نمیخواهند، راست خودشون نمیخواهند.
اگر که بخواهند که آزاد باشند، آزاد سخن باشند، باید ما بخیزیم همین رحمون تپک گم کنیم. این رحمون تپک صد برکت نمیوه، این مردم ما ای کجا برکت میوه. ما پروست از خودمون میترسیم، آزادی را نمیخواهیم. ما باید نترسیم، بخیزیم وطنمون را آباد کنیم، رحمون تپک دفع کنیم، آزاد میشیم. توی خیلی گپ میزنیم، مثال چی میکنیم، این گپ زنی گپ میزنیم به همه در آزاد در توجیکستان گپ تا گفتن نمیتونی. اگر آزاد بگوی میبرد به گناه ترمت میکنن. برای همین ظلم ایو که هستن 30 ساله که ایو که هستن ما را استا هم خیلی نابود میکنن. مردمی تاجیک نابود میشود، در بدر میشود، گم میشود، میرود. این ریشه ای که 30 سال در خیلی غلط شیرگیه خودشون کتگی میکنن میگردن بدرم توجیکستان. همه غلامی را ما همه خیلی خودمون همه گناه همه در سر همه خلق خود شد. همه گولا که در گواره اگر تو نگریه و چش شیرش نمیتن نگهش نمیکنه. هر وقت میبینه خپای نگهش نمیکنه. تو وقتی که نگریه مثال تو وقتی چی نکنه او را نگه نمیکنه. برای همین خلق ما همه خیلی خپن میترسن استا هم خیلی نابود میکنن، میروند، تمام سودمون میکنن، به گناه ترممون میکنن. بله درست. توجیک مردم نابود میشه و میروه. 30 سال ده اگر حساب کنی چندین هزار آدم توجیک به گناه در ترمش شدگی، چندین هزار آدم به گناه توجیک مردم مردگی در روسیه، در مهاجرت. همه خیلی استا نابود شدن میگیریم. چو کنیم اگه همه که مونه. تشکر به شما برادر عزیز. حالا حکیم رو بشنویم. حکیم بفرمایید. حکیم هستید؟ نیست. امین الله بفرمایید. بعد از اون سعدالله. امین الله هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان موضوعتون درباره چی بود؟ در اومدم چند موضوع دیگه نمیدونم درباره کدوم بود. درباره امام علی رحمان اکستریمیست تروریست است. این بورا باشه. این خیلی بگیریم این پدران از خودش اکستریمیست تروریست است. در ترمای خوجان ما هم جابدیم و دامورا چند آدم کشته پرتوف. خوجان گرفت چون در آورد کشون. این چند آدم دیگر در سیزو چی نامشه هفتم زون اوجا در کشتگ ما خودم شتگی بودم همجا خبرو عرض دو میدوردم در اوجاشت 2 آدم 3 آدم میره بالنسا در قبول نمیکنه. کسال میگو یک کلاب بود، یک نامشی بود، یک خط پسته خودش کسال کم بوده. حرامی با درجه موچ کمی کرد. از منو میامو را فراموش کنم. گنده ظالم بوده کجون و خدا قسم. بعد 13 اومدیم یک تایگش کالونی پسلینکش هم خیلی ظلمه. برای کی بود 20 پالتش میگفتن یک تا نه چلیک داشت بعد با درجه آدم موچ کمی کرد. سنگالی برادر سنگالی 20 پالتش میگفتن بر پدرش نالت گرینی موچ کمی کرد و هم خشت برای 3 دقیقه دیگه وقت داریم ما. خیر سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشه. تشکر امین الله. سعدالله بفرمایید. السلام علیکم. اولا اکا شفقت بعدم با برادرو گفتنیم که مقصد عبدالله برادر خوب قید که خیتویو مقصد کارخانه‌شون بسیار شده مقصد همین گپ آمد همین سخن آمد بر خودم خلق برنامه برادرم کرده بودم. مقصد در مرکز شهر اکا شفقت مرکز شهر در دوشنبه ده مقصد
او دودغلای او خیتایی را میبینی، روح ابریشم نه و روح آرماتور شده گوجا آرماتور زاو در столице تاجیکستان تو بله بام همه را اینوالید کرد استانبول با شتا کار میفرمونن در درون تاجیکستان ولی ما علم روسیه در عذاب میکشیم روسیه در غلامیم ما درون تاجیکستان در غلامیم یک گپ چی میزنی میبرن تعدیل قرا چپت میکنه فلونی و چه تو کی میگه تو چی فایده یا ضرری میگه وطن دا یا چی میگه یا وزدخی مقصد او پتن میکنه او خیتوی اسم میکنه خیتوی اسم میکنه خیتوی فایده میگه مقصد کارمندان ملیسای خمون وقتی یک دو برادر دو برزدن خیتوی را که با برادرای دست میبردن شب شب میکنم یا کمتر خود برای کمتر چی میکنه کار وزبینه برادر رو خود بفهم با آهن سر کاره بعدا اختون یا سوال داشتم که شفقت نمی برنامه اختون مقصد محورات چریز محورات تاجیکستان تلویزیون را تماشا کردن میشم بله شده یا اعلان دارم برادرای خیر حاضر هم در حالت پخش است آقا نواز برای هم در اومده من اعلان دارم مقصد با یوتیوب قیمت بعد از ما یوتیوب بعد از تقریبا 2 دقیقه برنامه از همین گپ ما بگم برای تمام تلویزیون پیام تیوی نیز پخش می شود برادر تشکر به شما طرفدار امام علی مقصد روز جمعه برادرو مسجد سنترال نیده برای پرو با طرف برنامه استاد محمد اقبال اعلان کردن که جمع شین کوچان قای مقصد آدمایی که میخوان بخزن حقیقتشون طلب کنن پروسه برای پرو با روز جمعه مسجد سنترال نیده تشکر به شما طرفدار امام علی بفرمایید سلام علیکم و رحمت سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. که شوکت خیلی سعودی تنجی. الحمدلله امیدوارم خودتون هم خوب باشید. الحمدلله میشه. چه حال داره یکم؟ بفرمایید برادر عزیز میبینید که خوب هستیم الحمدلله. یگان گفتنی هستید ملاحظه دارید برادر عزیز؟ من راستیش من موضوع را پیگیری نداشتم درباره چی گپ رفته است درباره اینکه امام علی رحمان گفت که به سیاست کاردار نشوید که خفتون میکنن. کاردار نشویم. ما هممون خوب میدونیم که در همین تاجیکستان آمد. نفری که از واتساپ زنگ زده صدا بفرمایید. الو. سلام علیکم برادر شفقت مانده نباشید. سرتون درد نکنه. سلام به تماشابینان تلویزیون، سلام به غریبانی که در شهر روسیه، خودم غریب هستم. بر شما یک سوال برای که رحمان تپا گفت که با کارهای چی نشوه سرتون نزنه و وای گفت سودا که همین توجیکای چی کنمون نیست کنم همین گپ بله همین گپ گفتاد. بعد روی رمزی بیرق تاجیکستان گفتن 7 ستاره، بعد توج خودش 7 ستاره گودکوش 7 گودک خودش 7 گودک خودش 7 ولایت تاجیکستان 7 ولایت جدا کرده میتید خودش کارونه هیچ که باید گپ نزنه سرقانونی تاجیکستان گپش برای هوای همین رو گپ رو ساخته است. بله زنده باشید. تشکر به شما. وقتی ما با آخر رسید تماشابینان عزیز سلامت باشید. به که شما که برنامه ما رو پیگیری میکنید و ما رو تماشا میکنید و نوارهای ما رو به دیگران بفرستید. هر یک نفری که استعداد دارد این گفته های ما را ببرد تقسیم کند در شبکه های خودش به دیگران بازرسانی کند ما اجازه میدهیم. حلالتان باد در شبکه های خودتان بازرسانی کنید و هر یک نفری که میتواند این لینک برنامه ما را در شبکه های اجتماعی پهن کند حلالتان باد پهن کنید و هر یک نفری که حالا اولین بار است به برنامه ما وارد شده است و میخواهد این گونه برنامه ها را بیشتر تماشا کند خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید و حال حاضر برابر آبونه شدتان به کانال یوتیوبی پیام تیوی تکمه لایک را پخش کنید. تکمه لایک را پخش کنید یعنی نر انگشت را پخش کنید
اشاره این انگشت را و برنامه های ما را لطفاً پیگیری کنید. حتما با هم تاجیکستان را میسازیم. در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.